با نام یاد خدا در خدمتتون هستم با قسمت هوم از وانو. این قسمت توی همه نرم افزارها مشترکه، حالا با یه تغییرات جزئی. همه نرم افزارها این قسمت رو دارم، اون برای وانوت یکم متفاوته، ولی من کلش رو توضیح میدم خدمتتون که ببینیم ما توی هوم بیشتر تنظیمات اساسی وانوت رو انجام میدیم، تنظیمات متنمون رو. خب اول برای نوشته هامون میتونیم تغییر ایجاد کنیم. از اینجا من میتونم خط رو عوض کنم و از اینجا سایز نوشتم. من یک عنوان این رو استفاده میکنم برای اینکه بیشتر متوجه بشید. روی این امتحان میکنم. من الان باید اینو انتخاب کنم، هر تغییری رو هر قسمتی میخوام بدم اول باید انتخابش کنم. من عنوان دستور پخت کباب‌ترش رو انتخاب کردم، سایزش رو و خطش رو من نشون میده مثل اینکه من انتخابش میکنم. حالا من میخوام اینو تغییر بدم، میام اینجا یه خط انتخاب میکنم که یکم متفاوت‌تر باشه. باز میتونین خودتونم الان کاملا واضحه که خطش تغییر کرده. حالا سایزش هم میتونین این مثلث رو بزنین، از سایزهایی که اینجا براتون انتخاب کرده یه سایز رو انتخاب کنین، هم میتونین خودتون اینجا یه عدد تایپ کنین و اینتر رو بزنین، سایزتون تبدیل میشه. باز الان کادر دوره بولد هست، به من نشون میده که این عنوان من بولده، این متنی که انتخاب کردم درست نوشته شده. من میتونم از بولد برش دارم، یه بار دیگه که روش کلیک میکنم اون بولدش رو از دست میده. البته که این دستخط خودش یکم درشته، یعنی این دستخط خودش شاید واضح نباشه که من از بولد درش میارم یا بولدش میکنم. برای خطای دیگه شاید وضوح بیشتری داشته باشه. حالا من در میارم کاملا واضحه که بولد میشه و از بولد در میاد. همه اینا کلیدهای میانبر دارن که میتونید استفاده کنید. کلیدهای میانبرشون برای بولد میشه کنترل بی که روش هم نگه دارین خودش میاد که کنترل بی کلید میانبر. برای بعدی ایتالیک هست، من میتونم اینو ایتالیک کنم. الان هم بولد هست هم ایتالیک. یه خط میتونم زیرش بندازم. حالا چون من غلطگیر فعاله، الان زیر اینا یه خط قرمز افتاده که حالا بعدا توضیح میدم خدمتتون که چطوری این خط رو برداریم و حالا شاید اون خط مشکی که الان زیرش انداخته کمتر پیدا باشه. الان اینجا من اینو که بزنم روشم یه خط میندازه که این واضح‌تر هست و هم میتونید کاملا ببینید. این گزینه برای اندیس و توان هست که میتونید استفاده کنید. حالا من اینا رو بردارم، میریم سراغ هایلایت و رنگ خط. من با این میتونم روی نوشتم هایلایت بندازم. فکر کنید عنوان ها رو میخواین خیلی واضح بهتون نشون میده. میتونید با استفاده از این، حالا غیر از عنوان، هر چیزی که میخواین واضح تر ببینید بهش رنگ بدین و براتون هایلایت کنه. من الان سبز رو بهش میدم و الان وقتی میتونید صفحه کاملا واضحه که این قسمت یه رنگ دیگه است، پس خیلی واضح میتونم اینو ببینم. اگر هم که کلا نخواستم میتونم حالا رنگ های کم رنگ تر بهش بدم. انتخاب نکرده بودم، من انتخاب میکنم رنگ کم رنگ تر بهش میدم، یا کلا نمیخوام رنگ داشته باشه نو کالر رو میزنم و هایلایتش رو برمیدارم. میام سراغ انتخاب رنگ نوشتم. اول انتخابش میکنم و بعد یه رنگی رو براش انتخاب کنم. الان این رنگی که الان هست دورش کادره، میبینین این رنگیه. من میتونم بیام از این تمایی که برای من انتخاب کرده یه رنگ انتخاب کنم، مثلا این سبز رو انتخاب کنم و الان اون رنگی که انتخاب کردم رو بهم نشون میده. میتونم از این رنگ های استاندارد استفاده کنم. اینو برای سرعت بیشتر اینجا میاره که اگه مایل بودم از این رنگایی که اخیراً استفاده کنم دیگه لازم نباشه انتخاب کنم. و یا من میتونم مور کالر رو بزنم. مور کالر رو که میزنم 2 تا منو داره اون بالا. یکی منوی استاندارد که باز هر رنگی که دوست داشته باشه میتونم توش کلیک کنم و اوکی رو بزنم. این پایین رنگ جاریه و اون بالا رنگ جدید رو بهم نشون میده. من اینو بزنم ببینید رنگ جاری سبزه ولی رنگ جدیدی که من انتخاب کردم اون رنگ ارغوانه. حالا من کاستوم رو میزنم.
از اینجا به 3 طریق میتونم رنگ بدم بهش. یکی از طریق RGB که این بالا هست، مدل RGB که میزان ترکیب 3 رنگ قرمز، سبز و آبی رو تعیین میکنه. الان رنگ جدید من اینجوریه، قرمزش 255، عددام بین 0 تا 255 تعیین میکنه، سبز هیچی توش نیست و آبی هم 255. حالا من اینا رو تغییر میدم، ببینیم رنگ من یکم تغییر میکنه، یکم کدرتر. سبزش رو زیاد میکنم، باز آبیش رو کم میکنم. این دقت کرده باشین وقتی من اینا رو تغییر میدم، این فلشی که یا این علامتی که اینجا هست بین رنگ تغییر میکنه. ببینید بین رنگ ها وقتی آبیش رو کم میکنم میره به سمت قرمز، وقتی آبیش رو زیاد میکنم برمیگرده به همین سمت، میره به سمت آبی. سبزش رو زیاد میکنم، سبز رو کم میکنم و قرمز رو کم و زیاد میکنم. میبینید رنگ من قشنگ نشون داده میشه اینجا. و حالا اینم که این رنگ جدیدی که من اینطوری انتخاب کردم. یا اینکه نه ما کد هگزاش رو داریم، اینجا قشنگ تایپ میکنیم بهمون رنگ رو میده. حالا من یک کد راحت میزنم، رنگ من سفید شد که رنگ کاملا پیدا نیست، میدونی که روش باشم. من حالا این رنگ میده سفید نشون میده و اینا رو خودش بر اساس اون میشین. نحوه تعیین رنگم بگم خدمتون. ببینید ما اینجا میتونیم بر اساس RGB رنگ انتخاب نکنیم، بیایم بر اساس HSL رنگ رو انتخاب کنیم. اینجا بر اساس میزان درخشندگی و نور رنگ رو برامون انتخاب میکنه. اون بالا رنگمونه. شما به این علامتی که روی رنگ ها هست دقت کنید. من رنگ رو که زیاد میکنم به چپ و راست میره، یعنی که الان من رنگ رو زیاد میکنم میره سمت راست، رنگ رو کم میکنم میاد سمت چپ. پس کلا رنگمون رو تعیین میکنه که چه رنگی باشه. اینجا میزان درخشندگیشه الان 0، به خاطر همینه که این پایینه. من اینو میبرم بالا، هرچی برم بالاتر این علامت ما به سمت بالا و درخشندگی بیشتر پیش میاد. حالا الان من اگه رنگمونم تغییر بدم بیشتر وضوح داره، بیشتر پیداست. این آخریه میزان روشناییشه. ببینید این یکی میره بالا پایین، یعنی که خارج از این کادر، این کادر این رنگ بغلی میزان روشنایی رنگ رو نشون میده. وقتی که زیاد میکنیم رنگمون کم رنگ‌تر میشه، وقتی که کم میکنیم رنگمون پر رنگ‌تر میشه. و اینم که گفتم خدمتتون هست. حالا اوکی میزنیم، این رنگی که الان انتخاب کردیم اینجا قرار میدیم. سراغ این قسمت اولی که توی منوی هوم هست. کاد که یه قسمتی از متن رو میبره، باز باید انتخاب کرده باشیم. من همینجور انتخاب هست، الان کاد رو میزنم، از اینجا حذف میشه و دیگه اینجا نیست. من میتونم بیام همینجا توی همین کادر پایین اینجا پیستش کنم، چون برای همین قسمت هم هست. پس من میتونم اینو بیارم اینجا. حالا وقتی کات میکنیم باید پیست کنیم. من میتونم همینجا کلیک راست کنم، پیست رو بزنم که الان توضیح میدم انواع پیست رو، یا اینکه از اینجا پیست رو بزنم یا کنترل وی رو بزنم پیست کنم. من الان کنترل وی رو زدم، اون اینجا پیست کردم. میتونستم بیام اینجا خود پیست رو بزنم، باز همینجوری برای من پیست میکرد. حالا من میتونم چیکار کنم؟ بیام اینجا از اینجا انتخاب کنم. الان من همونو پیست کرده بودم، اینه که بزنم این همون برای من این پایین میندازه. پس چیکار میکنه؟ قالب و خطی که متنی که کات کردم یا حالا کپی کردم هم همینه داشته رو برای من نگه میداره. این دومی چیکار میکنه؟ یعنی گزینه سوم چیکار میکنه که روش A داره. این یعنی من فقط متن رو برات کپی میکنم بدون هیچ فرمت یا قالب بندی که متن داره. من الان اینو میزنم، من اینجا کلیک کنم که برام اینجا بندازه. میبینید الان همونو بدون هیچ قالب و فرمت پیست کرده. الان رنگش سبزه، چرا؟ چون من رنگ پیش‌فرض وانوتمو سبز انتخاب کرده بودم. خط پیش‌فرض وانوت که من انتخاب کردم و میاره برام و هیچ فرمت یا قالب بندی که اینو دارن و نداره. درسته؟ این گزینه دوم چیه که یه فلش داره.
این فقط فرمت رو نگه میداره. فرمت چی رو نگه میداره؟ ببین من الان میام براتون با یه خطی، با این خط مثلا و سایز 48 اینجا می نویسم، یه فونت فارسی انتخاب میکنم، می نویسم. من با این خط اینجا نوشتم. حالا میتونم برای اینکه وضوح بیشتری داشته باشه رنگ خطم عوض کنم، میذارمش آبی. الان داشتم اینجا می نوشتم دیگه، درسته؟ من همینجا میام اون پیست رو میزنم. ببینید قالب رو برای من نگه داشت، یعنی که نه با این فرمت الان برای من انداخته، این فرمت پیش‌فرض بود، نه این که من خودم تنظیم کردم، بلکه با فرمتی که در حال نوشتن بودم برای من قرار میده روی صفحه، که همه اینا برای کپی هم به همین ترتیب. من اینو انتخاب کردم، کپی میزنم، یا حالا کنترل سی میزنم، یا باز کلیک راست میکنم کپی میزنم و پیستش به همین ترتیب. اگر الان من کنترل وی بگیرم اینجوریه، اگرم اون بقیه گزینه‌ها رو بزنم که خدمتتون توضیح دادم. حالا میام برای فرمت پینتر. فرمت پینتر یه نحوه انتخاب قالب خیلی سریعه. من الان اینو نوشتم، قالب و رنگ و همه چیشو تغییر دادم، نمیخوام هی دونه دونه اینا رو قالباشو تغییر بدم. چیکار میکنم؟ من اینجا یک کلیک میکنم توی این خط و این فرمت پینتر رو میزنم، قالب این خط برای من ذخیره میشه. حالا من هر جایی که بخوام این قالب رو لحاظ کنم کافیه که این جارو یا حالا قلمو بکشم روش، این به همون فرمت تبدیل میشه و خیلی سریعتر این کار رو انجام میده تا حالا من خط رو یه بار تغییر بدم، رنگ رو یه بار تغییر بدم، سایز رو یه بار تغییر بدم. همه اون تغییرها رو با یه دونه کلیک کردن روی اون خط و کشیدن روی این انجام میده. میایم سراغ، من کنترل بزنم که حالا صفحه‌مون بزرگتر بشه. حالا میایم سراغ این گزینه. این گزینه چیه؟ این گزینه چپچین، راستچین، وسطچین برامون مشخص میکنه. یعنی ما میتونیم از اینجا مشخص کنیم که الان برای من راستچینه و دورش کادر داره. این دوتا چیه؟ پاراگراف و چپچین و راستچین میکنه که باز پاراگراف من راستچین. فاصله بین پاراگراف رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. ببینید من الان میام فاصله بین این دو تا پاراگراف رو اینجا میخوام فاصلهش رو تغییر بدم. من میزنم، میگه الان فاصله بین اینا 15 تاست، ازمون بیفور افتر میخواد، قبلش انقدر بعدش هم انقدر و هیچ تغییری نکرده. من میگم نه، بعدش رو بذار 25 و این میذاریم 10 و اوکی رو میزنم. ببینید این اومد یکم پایین تر. حالا ممکنه یه لحظه گفته باشین که اینا چیه اینجا نوشته و حالا خط بنفش کشیده و تغییرات اونجا نشون میده که من اعمال میکنم. ببینید من یه قسمتی توی وانوت هم فعال کردم که تغییرات نویسنده ها رو نشون بده، یعنی هر نویسنده‌ای مشخص باشه که چه کاری رو انجام بده. این به چه دردی میخوره؟ وقتی که شما به طور گروهی دارین روی موضوع یا پروژه کار میکنین یا با نوتتون همزمان دست چند نفره، مشخص میشه که چه تغییراتی رو کدوم نویسنده ها یا کدومی که از اعضای گروهتون روی وانوت دادن. و حالا من اینجا یه بار با اکانت علی وارد شدم، ببینید مینویسه یه بار با اکانت زینب و حالا هر دو رو برای من میاره. من الان دارم روی اون اکانت تغییر میدم، به خاطر این نشونم میده که تغییرات رو ایشون داره انجام میده که من مفصل‌تر در جلسات بعدی خدمتتون عرض میکنم که از کجا تنظیم کنید و از کجا متوجه بشید. این دوتا رو هم بگیم. این که پاک میکنه برامون. ببینید اگه چیزی انتخاب باشه، من اگه اینو انتخاب کنم میتونم دیلیت بزنم و حذف کنم، مثل دیلیت صفحه کلید. این چیکار میکنه؟ این فرمت رو برامون پاک میکنه. من الان به این یه فرمتی داده بودم، درسته؟ وقتی که من اینو میزنم به فرمتی که پیش‌فرض وانوت من هست تبدیل میشه، فرمتش رو پاک می‌کنم. سراغ این دوتا شبیه همن، منتها این برامون اشکال رو میندازه و این شماره گذاری میکنه براتون. اگه وقتی میخواین یه چیزی رو شماره گذاری کنین یا نشان گذاری کنین،
براتون ترتیبش مهمه یا تعدادش مهمه، میتونید از این استفاده کنید، اگه نه از این اولی استفاده میکنید. من میام اینجا این مراحل رو انتخاب میکنم. وقتی که الان اینو بزنم برای من سر هر پاراگراف یه دونه از این علامت ها میندازه. این حالا چون اینا پاراگراف بودن سر هر پاراگرافی برای من یه دونه انداخته و جالبی که رنگ هر بولتی رو رنگ خود اون پاراگراف انداخته. از اینجا من میتونم تغییر بدم، یعنی اگه انتخاب کنم میتونم اینا رو تغییر بدم. من همینجوری کلیک کردم، من اینا رو انتخاب میکنم یه بار دیگه، اینو تغییر میدم، اینو میزنم. هر کدوم از اینا که خواستیم میتونیم انتخاب کنیم و اگه در نهایت هم نخواستیم که هیچ بولتی اونجا باشه میتونیم چیکار کنیم؟ نون رو بزنیم و همه رو براتون حذف میکنم. حالا اینجا من میتونم چیکار کنم؟ شماره بندازم. این دفعه من میتونم بیام الان برای من 1 2 3 اینجا چیکار کرده؟ اومده هر قسمتی که من جدا کردم فاصله انداختم جدا حساب کرده. الان 1 2 بعد 1 2 3 4 بعد اینجا چون فاصله انداخته بودن 1 2 3 و به همین ترتیب. حالا باز اینا چون تو رفتگی داشته اومده یه دونه هم برای این اصلیه حساب کرده. 1 2 3 متوجه شدین؟ یعنی این تو رفتگی ها رو باز جدا شماره گذاری میکنه و حتی میتونید شماره گذاری تو رفتگی ها رو تغییر بدیم. من میتونم هر کدوم از اینا رو بکشم داخل. ببینید من میکشم داخل و من الان اگه همین یه دونه رو کشیدم عقب. خب وقتی میکشم عقب اینو دیگه جزو این لیست حساب میکنه و میبینید شماره گذاری به طور خودکار تغییر میشه. 1 2 3 4 و اینا رو از یک دوره میچینه. حالا فکر کنم اینم میکشم عقب. باز 1 2 3 4 5 اینا رو میاد چیکار میکنه؟ تو زیر مجموعه اون حساب میکنه. از اول براتون شماره گذاری میکنه. به همین ترتیب میتونید اینا رو بیارین این طرف و از اون حالت درشون بیارین یا یه مرحله دیگه بیارین جلو. وقتی یه مرحله دیگه میارین جلو اون شماره گذاری رو براتون تغییر میده. وقتی زیر مجموعه این قرار میگیره این دفعه یه مدل دیگه براتون شماره میزنه، مثلا A یا B میذاره که واضح تر بود. و حالا هر کدوم از اینا رو که خواستین میتونین انتخاب کنین. نون رو هم که بزنین که کلا همه رو شماره گذاری ها رو پاک میکنه. و حالا اینجا میتونیم کاستومر نامبر هم براش تعریف کنیم. اینجا این گوشه، حالا من اینو بزرگ کنم که ببینید این نحوه شمردن رو میتونید اینجا انتخاب کنیم که حتی از فارسی هم پشتیبانی میکنه. اینجا فرمتش هست که میتونین تغییر بدین شمارش رو که از چه سطحی بشمونه. میگه همه سطح رو بشمونه، فقط سطح 2 سطح 3 اینا رو میتونین خودتون تنظیم کنین. اینجا تنظیمات پیشرفته ترشه که چپ و راستش رو تعیین میکنین و فاصله از متنتون، یعنی اون بولت یا حالا اون شماره چه فاصله از متنتون داشته باشه اینجا نشونتون میده و از چند بشمونه. اینجا از 1 میتونید شما تغییرش بدید. من اینو میبندم. این تنظیماتی که بکشیم عقب بره زیر مجموعه یا برگردونیم رو برای این بولت هم شما میتونین انجام بدین که حالا من دیگه توضیح نمیدم. حالا هم میتونین اینجوری با موس بکشین عقب جلو کنین، هم از اینجا میتونین زیر مجموعه کنین یا از زیر مجموعه درش بیارین. مثلا الان من فقط این یه خط رو انتخاب میکنم، یعنی این یه پاراگراف رو انتخاب میکنم. اینجا میام چیکار میکنم؟ میارمش داخل. هم به اینا اضافه شد، ببین اینا A و B بود شد A و B و C. حالا میتونم برش گردونم، حالا اشتباه شد یا حالا پشیمون شدم میتونم اینو برگردونم دوباره. من الان این یکی رو انتخاب میکنم، اینو میزنم، یکی میاد داخل. دقت کنید که نحوه شماره گذاری باز عوض میشه. میتونم یه دونه دیگه بزنم، یه دونه دیگه میره داخل و من میتونم اینجا اضافه کنم و حالا به هر تعدادی که بخواین میتونین ببرین داخل و نوشته هاتون رو جابجا کنین که برای فهرست نویسی، برای اینکه بخواین موضوع بخش بندی کنین لازم میشه. ما میایم سراغ هدینگ ها. هدینگ ها میاد به طور پیش‌فرض خودش برامون یه چند تا هدینگ تعریف کرده که اگه ما نخواستیم وقت بذاریم میتونیم از اینا استفاده کنیم.
همین که الان انتخاب هست میگه میتونین این فرمت رو بهش بدین. من الان میزنم میبینین به همون فرمت که اونجا انتخاب شد میاره برام. یا پیج تایتل رو میگه از این فرمت میتونین استفاده کنین. اگه خواستین ریز بنویسین از این فرمت استفاده کنین. این هم که فرمت نورمال که اگه خواستین. و حالا کلا هم میتونم اینو بزنم و فرمت رو پاک کنم که یه فرمت این که بزنم فرمتش کلا پاک میشه، به فرمت قبل بر نمیگره. کلا فرمتش میشه فرمت پیش‌فرض وانوت. با اینم میتونم همینجا جابجا بشم و لازم نیست دیگه بازش کنم. و همیشه دو تا رو اینجا بهتون نشون میده، یکی اون که آخر استفاده کردین، یکی اون که نزدیکش هست، قبلی حالا بعدیش. من حالا این رو هدینگ 6 میزنم، به هدینگ 6 تبدیل میشه و حالا قبلی رو هم برای من نشون میده. توی این جلسه قسمت اول منوی هوم رو خدمتتون عرض کردم که حالا میشه در جلسه بعدی قسمت بعدی منوی هوم رو عرض میکنم خدمتتون. فقط یه نکته این که این حالتی که حالت تو رفتگی داشت ما اینجا هم میتونیم انجام بدیم. مثلا من الان خورشت رو میتونم بیارم این برتر بشه زیر مجموعه این هویج کلو و حالا میتونم باز برش گردونم که از اون حالت زیر مجموعه در بیاد. من اینجا یه پیج اضافه میکنم به نام خورشت. اولین نکته این که من میتونم اینا رو بگیرم ببرم بالا و مرتب کنم به این طرف، یعنی اینکه با موس میتونم اینا رو بگیرم و مرتب کنم. غیر از این من میتونم حالا میخوام بگم این خورشتایی که جدا جدا من انتخاب کردم زیر مجموعه این صفحه خورشت منم. خب چیکار میکنیم؟ همینجوری یه دونه میارمشون بیرون، میکشمشون به سمت چپ و میشن زیر مجموعه این خورشت و باز میتونم برشون گردونم سر جای خودشون. مثلا حالا اگه من اشتباه عدس‌ها رو آورده بودم باز میتونستم برش گردونم سر جای خودش که دیگه زیر مجموعه این نباشه و اینا رو باز میتونم ببندم، کلپس کنم یا حالا باز کنم. و اینم گفتم که حالا من اون شماره گذاری و زیر مجموعه زیر صفحه رو خدمتتون عرض کرده بودم. اینجا توی صفحاتم نشون بدم که این امکان پذیره و حتی بخشا هم میتونیم این کار باهاش انجام بدیم. موفق و پیروز باشین. در پناه خدا. خدا نگهدار.